به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با جلد 3 داستان‌های به نثر درآورده شاهنامه شروع میکنم که 2 جلد قبلیش کار خانم زهره شیشه‌چی هستش و این هم همینطور. نوبت چاپ 4 این کتاب در سال 1397 بوده و توسط نشر آتیسا چاپ شده. این جلد کتاب داستان‌های کوتاهی داره و فهرستش شامل 50 داستان کوتاه هستش که از شاهنامه و امیدوارم بتونم تعداد زیادی برای شما بخونم. با من همراه باشید که این کتاب زیبا رو کشفش کنید. بردن پیغام لهراس به قیصر. لهراس مدتی به فکر فرو رفت و سپس زریر را فرا خواند و گفت: بیگمان این فرخزاد روم همان برادرت گشتاسپ است و اگر درنگ کنیم کار تباه خواهد شد و او همراه رومیان به جنگ ما خواهد آمد. پس تو با شتاب تاج شاهی و درفش کاویانی و زرین کفش را بردار و به نزدش برو و به او بگو که من پادشاهی را به او می سپارم. زریر نیز با سپاهی آراسته و لشکری گزیده با نوادگان کاووس و گودرز و بهرام و ریو نیز از خاندان و 2 نوادی گیو رو به سوی روم نهاد و در مرز حلب سپاه را به بهرام سپرد و خود به صورت پیکی به درگاه قیصر شتافت. در بارگاه قیصر 2 برادر یکدیگر را دیدند و شناختند، اما هیچ آشکار نکردند. زریر نزد قیصر رفت و گفت: این فرخزادی که چنین به او مینازی یکی از بندگان ماست که از درگاه شاه گریخته و نزد شما پایگاه یافته است. و آنگاه پیام لهراس را چنین به قیصر داد: نه ایران خزر است و نه من الیاس که تو سر از آیین دیرین بپیچی و از من باج بخواهی، پس آماده نبرد باش. قیصر نیز پاسخ داد: من هر زمان آماده رزمم، بازگرد و جامه نبرد بساز. روز دیگر گشتاسپ به قیصر گفت: من پیش از این در دربار شاه بودم و آنان همه مرا می شناسند و از هنرهای من آگاهی دارند. بهتر است من به آنجا بروم و گفتنی ها را با آنها بگویم. همان به که من سوی ایشان شوم، بگویم همی گفته ها بشنوم. برارم از ایشان همه کام تو، درخشان کنم در جهان نام تو. قیصر نیز پذیرفت. گشتاسپ سوار شد و به تنهایی به سپاه ایران آمد. لشکریان ایران چون فرزند سرفراز لهراس را دیدند، پیاده به پیشوازش شتافتند و بر او نماز بردند. زریر پیش آمد و 2 برادر یکدیگر را تنگ در آغوش گرفتند و زریر به برادر گفت: پدرمان سخت پیر و خسته شده است و توان پادشاهی ندارد. او می‌خواهد که پس از این تو پادشاه ایران باشی و این تاج را نیز برای تو فرستاد. تاج و تخت و طوق و یاره را پیش آور. و گشتاسپ شادمان بر تخت شاهی نشست و تاج بر سر نهاد و همه بزرگان و نامداران و سران لشکر کمر بسته در کنار تختش بر پای ایستادند. به شاهی بر او آفرین خواندند و را شهریار زمین خواندند. گشتاسپ سپس پیامی به قیصر فرستاد و گفت: همه کارها چنان که خواست تو بود راست شده و زریر و سپاه آماده پیمانند و اگر زحمتی نیست به لشکرگاه ایرانیان بیا که زمانه به کام تو است. قیصر نیز آن پیام را پذیرفت و رو به سوی لشکرگاه ایرانیان نهاد و چون به آنجا رسید گشتاسپ از تخت به پا خاست و او را در بر گرفت.
و قیصر نیز با شگفتی تمام گشساب پوزش او را پذیرفت و او را کنار خود نشاند و به او گفت که شامگاهان کتایون را نزد وی روانه کند. قیصر نیز گنجها و نگین و طوق و دینار و دیبا بار شتران کرد و با غلامان بسیار همراه کتایون نزد گشساب برد و شهریار جوان نیز باج روم را به او بخشید و با کتایون و زریر و دیگر یلان رو به سوی ایران نهاد. قیصر 2 منزل همراه آنان آمد و سپس به خواهش گشساب بازگشت. در ایران لهراس با بزرگان به پیشواز گشساب شتافتند و او چون پدر از اسب فرود آمد و زمین را بوسید و لهراس به فرزند را در بر گرفت و نواخت و همه با هم سوی ایوان شاهی رفتند. در آنجا لهراس با دست خود تاج بر سر فرزند نهاد و او را به شاهی آفرین کرد و گشساب با سپاس و ستایش به پدر گفت: چون مهتر کنی من تو را کهترم یا کهترم، بگو بکوشم که گرد تو را یا گرد تو را بسپرم. همه نیک بادا سرانجام تو، مبادا که باشیم بی نام تو. پادشاهی گشساب 120 سال بود. چو گشساب را داد لهراس تخت، فرود آمد از تخت و بربست رخت. به بخت گزین شد بر آن نوبهار، که یزدان پرستان بدان روزگار. چون نوبت پادشاهی به گشساب رسید، لهراس به بخت رفت و در معبد نوبهار شروع به عبادت نمود. 30 سال بدین سان گذشت. گشساب به جای پدر بر تخت نشست و هم محبوبیت و هم بخت و اقبال او را داشت. تاج شاهی که زیبنده‌اش بود را بر سر گذاشت و گفت: من تاج شاهی را از خداوند بلند مرتبه گرفتم. به این سبب تاج بزرگ به من داده که بتوانم تمامی دشمنان را از کشور بیرون کنم، چون در سرم فکر بزرگی دارم. من در طول حکومتم فقط و فقط راه خداوند پاک را پیش میگیرم و از آن غافل نخواهم شد، چون او دادار و عادل است. از زمانی که شاه شدم تا به آخر زندگیم سوگند میخورم که بدان را به راه راست هدایت کنم و به دین خدا رهنمون سازم، زیرا که او دادگستر بزرگ است. پس آن دختر نامور قیصرا، که ناهید بدنام آن دخترا، کتایونش خواندی گرانمایه شاه، 2 فرزندش آمد چو تابنده ماه. یکی نامور فرخ اسفندیار، شه کارزاری نبرده سوار. پشوتن دگر گرد شمشیر زن، شه نامبردار لشکر شکن. گشساب از همسرش که نام اصلیش ناهید بود و او را کتایون می نامیدند 2 فرزند به نامهای اسفندیار و پشوتن داشت. پیدا شدن زرتشت و پذیرفتن گشساب کیش او را. چو یک چند سالان برآمد برین، درختی پدید آمدن در زمین. در ایوان گشساب بر سوی کاخ، درختی گشن بود بسیار شاخ. همه برگ وی پند و بارش خرد، کسی کو خرد پرورد کی مرد. خجسته پی و نام او زردهشت، که آهرمن بدکنش را بکشت. یا خجسته پی و نام او زردهشت، که آهرمن بدکنش را بکشت. مدتی بعد درختی در ایوان گشساب به وجود آمد که دارای ریشه محکم و شاخ و برگ فراوان بود. نام او زردهشت بود یا زردهشت. متاسفانه هیچ اسپلی نذاشته که من بتونم اینو برای شما درست بخونم. او به شاه گفت که من پیامبر هستم
و آمده‌ام تا شما را به سوی خدا و خرد و عقل راهنمایی کنم. به آسمان و زمین و این خاک نگاه کن که خداوند چگونه آنها را آفریده است. به دین خدا وارد شو و از خدا در همه کارهایت کمک بگیر. نگر تا چه گوید بر آن کار کن. خرد برگزین، این جهان خوار کن. ببین که خدا چه میگوید، تو هم همان را پیشه خودت کن. دین راستین را بیاموز که بدون داشتن دین نمیتوانی درست را از نادرست تشخیص بدهی. چو بشنید از او شاه به دین به، پذیرفت از او راه و آیین به. مجمری از آتش آورد و گفت که از بهشت آورده است و خواست تا دین بهی را بپذیرد. وقتی شاه سخنان او را شنید، دین و آیینی که او آن را تبلیغ می‌کرد را بهتر دانست و آن را پذیرفت و به دنبال او زریر و پدرش لهراس و سران کشور همگی به دین زرتشت پیوستند. پس گشتاسپ به همه جا پیک فرستاد و دین زرتشت را پراکند و معابدی به وجود آورد که از جمله آذرمهر، برزین و سپس زرتشت سروی سهی را در جلوی آن کاشت. چند سالی گذشت و سرو قد کشید. پس از آن گشتاسپ کاخ زیبایی ساخت و با سیم و عنبر تزیینش کرد و عکس‌هایی از جمشید و فریدون بر آن حک کرد. نپذیرفتن گشتاسپ باج ایران ارجاسپ را. زمانی گذشت. روزی زرتشت به گشتاسپ گفت درست نیست که به شاه چین باج بدهی. هیچگاه ایرانیان به تورانیان باج نداده‌اند. گشتاسپ نیز پذیرفت. نره دیوی آگاه شد و به سوی شاه توران رفت و به او خبر داد و گفت که او به دین دیگری گرویده است. وقتی ارجاسپ سخنان دیو را شنید، ناراحت شد و موبدان و اطرافیانش را جمع کرد و گفت که گشتاسپ شاه زنار بسته و به دین زرتشت در آمده است و در ایران همه از شاه تا پدرش لهراس و برادرش زریر و پدروان پهلوان دلیل او و چموشان دبیر او همگی به دین جدید در آمده‌اند. باید نامه‌ای با اموال فراوان نزدش فرستاد و به او گفت که از این راه برگرد و اگر نپذیرفت به ایران لشکر می‌فرستیم و با آنها می‌جنگیم و آنجا را ویران می‌کنیم. نامه نوشتن ارجاسپ گشتاسپ را. پس نامه‌ای نوشتند. او نامه را در ابتدا با نام خدا شروع کرد و به ستایش او پرداخت. من این نامه را برای گشتاسپ شاه زمین می نویسم، کسی که پسر لهراس شاه زمین و زمان و نگهدارنده سپاه است. ای شاه بزرگ، امیدوارم که همیشه سرت سبز و تنت سالم باشد و از گردش ایام به تو گزندی وارد نشود. شنیدم که راهی را انتخاب کرده ای که همش اشتباه و آخرش جز تباهی چیزی نیست و با این کارت انگار که روز روشن من را مثل شب سیاه کرده ای. شنیدم که پیری تو را فریب داده و تو را به دینش رهنمون کرده است و دلت را پر از ترس از جهنم کرده و از بهشت و نعمتهای آن سخن گفته و باعث شده تو از دین اجدادیت جدا شوی و با این کار بر دین اجداد و نیاکانت پشت کردی. چرا به گذشته‌ات نگاه نمی کنی؟ تو فرزند کسی هستی که توانست تاج را به سختی به دست آورد. به این مسئله توجه نداری که تو شاهی و یکی از برگزیدگان خدا بر روی زمین هستی و مردم گوش به فرمان تو هستند و به دنبال تو و راه و دینت می آیند. وایدونک نپذیری این پند من، ببینی گران آهنین بند من. حالا
برای تو این نامه را می نویسم که بگویم اگر از دینت برنگردی و پند و اندرز من را نشنوی، خواهی دید که به ایران حمله خواهم کرد. کاخت را با خاک یکسان می کنم و زن و کودکانت را اسیر و کنیز و غلام خواهم کرد. پس پند من را پذیرا باش و از دین جدیدی که به آن رو آوردی دست بردار. سپس نامه را به همراه 2 پیک فرستادند. یکی نام او بیدرفش بزرگ، گوی پیر و جادو ستنبه سترگ. دگر جادوی نام او نام خواست که هرگز دلش جز تباهی نخواست. یکی پیری جادوگر به نام بیدرفش که جادوگری بسیار سرسخت بود و دیگری نام خواست که به جز تباهی و ویرانی دلش چیز دیگری نمیخواست. خیلی اسامی سخته و امیدوارم که من رو ببخشید اگر اشتباه میخونم، چون واقعا نمیدونم با چه تلفظی باید خونده بشه. پاسخ نامه ارجاسپ از طرف گشساب. وقتی گشساب نامه او را خواند ناراحت شد و همه بزرگان را فرا خواند. از وزیرش جاماسپ گرفته تا برادرش زریر و پیامبرش زرتشت و با آنها به مشاوره پرداخت. وقتی زریر و اسفندیار این سخنان را شنیدند عصبانی شدند و زریر به گشساب گفت: نوشتن نامه بارجاسپ زشت، همان در خوران کجا او نوشت، بگذار که من پاسخ او را بنویسم. شاه پذیرفت. پس زریر و اسفندیار و جاماسپ نامه تندی در پاسخ به نامه ارجاسپ نوشتند و بعد به شاه نشان دادند و شاه نیز مهر کرد و به پیام‌آوران شاه توران گفت: به توران زمین اندر آرم سپاه، کنم کشور گرگساران تباه. بگیرید و دیگر این طرفها نیایید و به ارجاسپ بگویید که در دیماه به توران میآیم و آنجا را نابود میکنم. بازگشتن فرستادگان ارجاسپ با پاسخ گشساب. وقتی نامه شاه ایران به ارجاسپ رسید به سپهدارش گفت که از تمام پادشاهی توران سپاهیانی جمع کن. برادر بد او را 2 آهرمنان، یکی کهرم و دیگری اندمان. ارجاسپ 2 برادر داشت به نامهای کهرم و اندریمان یا آنداریمان که بسیار اهریمن بودند. به هر کدام 300,000 سوار داد و آن 2 را در 2 طرف سپاهش قرار داد و خود نیز در وسط قرار گرفت. سپهداری سپاهش را به گرگسار که ترکی بدسرش بود سپرد. درفش گرگ پیکرش را به برادرش بیدرفش سپرد. یکی بود نامش خشخاش دلیر، پذیره نرفتی و راه نره شیر. سپه دیدبان کردش و پیش رو، کشیدش درفش و بشد پیشگو. دیدبانی و پیشروی سپاه را به مردی به نام خشخاش داد. پشت سپاه را به ترکی به نام هوش دیو سپرد و گفت: اگر کسی از سپاه برگشت او را بکش. قلب سپاه را به تبه داد. به این شکل لشکرش را به ایران آورد و در راه همه جا را ویران می کرد. گرد آوردن گشساب سپاه خود را. وقتی خبر به گشساب رسید نامه به مرزدارانش نوشت که به درگاه او بروند. همه سپاهیان پیش شاه رفتند. ستاره شناس و گرانمایه بود. آبا او بدانش کرا پایه بود. گشساب جاماسپ وزیرش را که ستاره شناس و دانشمند بزرگی بود فرا خواندند و از او خواست تا از سرانجام کار خبر دهد. جاماسپ ناراحت شد و گفت: کاش این علم را خدا به من نمیداد.
اگر من حقیقت را به تو بگویم ممکن است از دست من ناراحت شوی. به جان زریر آن نبرده سوار، به جان گرانمایه، به جان گرانمایه اسفندیار. شاه گفت به جان برادرم زریر و پسرم اسفندیار که من با تو بدرفتاری نمی کنم. هرچه را می دانی به من بگو تا من هم به دنبال چاره باشم. گفتن جاماسب انجام رزم را با گشساب. نخستین کس نامدار اردشیر، پس شهریار آن نبرده دلیر. به پیش افکند اسب تازان خویش، به خاک افکند هر که آیدش پیش. پیاده کند ترک چندان سوار، کز اختر نباشد مر آن را شمار. ولکن سرانجام کشته شود، نکو نامش اندر نوشته شود. جاماسب گفت جنگ سختی در میگیرد و بسیاری کشته میشوند. ابتدا اردشیر پسرت با بسیاری می جنگد و خیلی ها را نابود می کند ولی سرانجام کشته می شود. پس آزاده شیدسپ فرزند شاه، چو رستم درآید به روی سپاه. پس آنگاه مر تیغ را برکشد، بتازد بسی اسب و دشمن کشد. بسی نامداران و گردان چین، که آن شیر مردافگن بر زمین. سرانجام بختش کند خاکسار، برهنه کند آن سر تاجدار. پس از او شیدسپ فرزند دیگر شاه نیز پس از جنگ‌های فراوان کشته می شود و سپس پسر من به کینخواهی او می جنگد و بسیاری را نابود می کند و وقتی می بیند به یک دست شمشیر و دیگر کلاه، به دندان درفش فریدون شاه. بر این سان همی افگند دشمنان، همی برکند جان آهرمنان. سرانجام در جنگ کشته شود، نکو نامش اندر نوشته شود. درفش کاویان بر زمین افتاده آن را بر می دارد. ناگهان دشمن دست او را می زند و تبری به او می خورد و کشته می شود. پس آزاده به بسور پور زریر، به پیش افکند اسب چو نره شیر. پس از او نستور پسر زریر به جنگ می آید و سپس نیوزار یا نیوزار پسرت پس از جنگ سختی کشته می شود. پس از او زریر به جنگ می آید و بسیاری از دشمنان را نابود می کند، اما بیدرفش در کمینش می نشیند و تیری به او می زند و او را به نزد ترکان می برد و همه ترکان هر کدام تیری به او می زنند و او را می کشند. بستد بر آن راه چون پیلمست، یکی تیغ زهراب داده به دست. پس از آن بیدرفش با تیغ زهرآگین جلو می آید و بسیاری از نامداران سپاه را می کشد. سپس اسفندیار بیدرفش را می کشد و به ترکان حمله می برد و آنها را می پراکند و سالار چین از ترس اسفندیار فرار می کند. چو شاه جهاندار بشنید راز، بر آن گوشه تخت خسبید باز. ز دستش بیفتاد زرینه گرز، تو گفتی برفتش همی فر و برز. به روی اندر افتاد و بیهوش گشت، نگفتش سخن نیز و خاموش گشت. وقتی شاه این سخنان را شنید ناراحت و بیهوش شد و وقتی به هوش آمد گریست و سپس به جاماسب گفت اگر قرار است خویشانم بمیرند، من این پادشاهی را برای چه می‌خواهم؟ حال که چنین است برادرم را با خود نمیبرم و به شاهزادگان هم میگویم که به جنگ نیایند. جاماسب گفت ای شاه، اگر آنها نباشند کسی جرأت ندارد که به جنگ رود. از غم خوردن سودی نمیبری.
این قضای آسمانی است و تغییر نمی کند. پس به او پند و اندرز فراوان داد و او را برای جنگ آماده کرد. سپاه آراستن گشساب و ارجاسپ. وقتی سپیده دمید، شاه به هر سو دیدبان فرستاد. سواری آمد و به شاه گفت که سپاه توران نزدیک می شود. شاه درفش را به زریر سپرد و او را سپهبد لشکرش کرد و 50,000 سپاهی به او سپرد و میانه سپاه را به او داد و 50,000 سپاهی به اسفندیار و 50,000 سپاهی نیز به پسر دیگرش شیدس داد و هر کدام را در یک دست لشکر قرار داد و پشت لشکر را به نستور سپرد. ارجاسپ نیز سپاهش را چید و 100,000 سوار خلخیی را در یک دست سپاه به بیدرفش سپرد و دست دیگر سپاه را نیز با 100,000 سوار به گرگسار داد و میانه سپاه را با 100,000 سپاهی به نامخواست سپرد. 100,000 سپاهی را هم در پشت سپاه قرار داد و به پسرش کهرم سپرد. آغاز رزم ایرانیان و تورانیان. وقتی سپیده دمید، گشساب سیه رنگ بهزاد را پیش راند و آماده نبرد شد. تیرباران شدیدی شروع شد و جنگ شدیدی در گرفت. بیامد نخست آن سوار هژیر، پس شهریار جهان اردشیر. ابتدا پسر شاه اردشیر پا به میدان نهاد و چنان جنگید گویی که طوس دوباره زنده شده است و به همین طریق جنگید تا تیری به او خورد و از اسب به زمین افتاد. بیامد بر شاه شیراور مزد، کجا زو گرفتی شهنشاه پزد. پس از او شیرو پسر دیگر شاه به میدان نبرد آمد و خروشان بر دشمن حمله برد و بسیاری را قلع و قمع کرد. موقع بازگشت تیری از پشت به او خورد. پس از او شیدس پسر دیگر شاه آمد. پس از مدتی جنگ کهرم را به جنگ طلبید و آنها آنقدر جنگیدند تا شب شد و بالاخره شیدس نیزه‌ای به او زد و او را از اسب انداخت و سرش را برید و در همین زمان تیری به او خورد و او نیز مرد. بعد از او پسر جاماسپ وزیر شاه به میدان آمد. او سوار دلیری بود که هم نام پسر زال یعنی رستم نامیده میشد. رستم به وسط میدان زد و نامخواست را به مبارزه طلبید. نامخواست هم به سوی او آمد و شروع به جنگیدن کرد، اما از پس او برنیامد و کشته شد. در میانه جنگ درفش کاویان از دست ایرانیان افتاد و او رفت تا آن درفش را از خاک بردارد، اما مردان دورش را گرفتند و دستش را با شمشیر زدند. پس او درفش را با دندان گرفت و آنها نیز سرش را زدند. پس از او نستور پسر زریر به میدان آمد و دشمنان زیادی را کشت و سپس نزد پدرش بازگشت. پس از او نیوزار پسر شاه به سوی دشمن شتافت و هم نبرد طلبید. سواران چین به سوی او هجوم نبردند و او 160 مرد را کشت، اما تیری به او خورد و از اسبش به زمین افتاد و مرد. کشته شدن زریر برادر گشساب. 2 هفته برآمد بر این کارزار، که هزمان همی تیره تر گشت کار. 2 هفته از جنگ گذشت. روزی زریر به میدان آمد و تعداد زیادی از دشمن را کشت، به طوری که ارجاسپ فهمید که اگر جلوی او گرفته نشود سپاهش تباه می شوند. من او را دهم دختر خیش را، سپارم بدو لشکر خیش را. بنابراین به سپاهش گفت هر مرد دلیلی که او را بکشد دخترم را به او می دهم، اما کسی پاسخ نداد.
دوباره ارجاسپ سخنانش را تکرار کرد و گفت هر کس او را بکشد گنجینه پر از زر به او میدهم، اما کسی پاسخ نداد. 3 بار این سخنان تکرار شد و کسی پاسخ نمیداد، تا اینکه بیدرفش نزد شاه رفت و گفت من جانم را سپر بلای شما می کنم و اگر او را کشتم شاه در عوض این لشکر را به من بدهد. کشته شدن زریر به دست بیدرفش. از او شاد شد شاه و کرد آفرین، بدادش بدو باره خویش و زین. شاه شاد شد و اسب و زین خود را به او داد. بیدرفش چون از پس زریر بر نمی آمد پنهانی به او نزدیک شد و تیری زهردار به او زد و او از اسب به زمین افتاد. چو آگاهی کشتن او رسید، به شاه جهانجوی و مرگش بدید. همه جامه تا پای بدرید پاک، برای خسروی تاج پاشید خاک. همی گفت گشساب که ای شهریار، چراغ دلت را بکشتند زار. وقتی گشساب این ماجرا را دید، هیونی یا هیونی به سوی رزمگاه فرستاد و گفت ببینید چه بلایی بر سر برادرم آمد. خبر آوردند که او مرده است. گشساب خاک بر سر ریخت و جامه‌اش را پاره کرد و به جاماسپ گفت حالا چه پاسخی به لهراس بدهم؟ پس خواست که به کینخواهی او به میدان نبرد رود، اما جاماسپ جلوی او را گرفت که هرگز میانه نهد پیش پای. مر او را دهم دخترم را همای، نجنبید زیشان کس از جای خویش، ز لشکر نیاورد کس پای پیش. گشساب به لشکرش گفت چه کسی می رود تا انتقام او را بگیرد تا من دخترم را به او بدهم؟ از لشکر صدایی نیامد. و بیش از این دیگه وقت به من اجازه نمیده که این داستان زیبا رو برای شما بخونم. حتما این کتاب رو تهیه کنید و علاوه بر این داستان‌های زیبایی که توی این کتاب هست، از اسامی اصیل ایرانی که فردوسی نامور در کتابهاش استفاده کرده و در شاهنامه نام این همه ایرانی اصیل هستش لذت ببرید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا جلد 4 این کتاب و وایس بعدی، خدا نگهدارتون.